دختر ارجمند یک انسان بسیار عزیز بالای صحنه بیاید بالاتر بیاید حاجی جان این و حاجی جوربک مراد مغنی زمان را نیز برای صحنه میخونیم. مرحبا استاد بیایند و حاجی جان اگر تالارمون باید باشد بخشش شما مولا عبدالجبار از زادبوم دیجیک اکای مولا احمد جان عزیز هستند اکای بسیار دوستان عزیز ما هستند اکو نام شما رو نگیرم خوش آمدید به این درگاه اکو علم جان مرحبا سلام علیکم دوستان عزیز من سخن به درازانه میکشم برای همه صنعت اصیل برای آنکه خدای متعال ملت ما تاجیک‌های دوست می‌دارد برای پاینده بدنی سرود نوای تاجیکی استاد عزیز ما محترم حاجی جوربک مراد را به دنیا آورد و ما توفیق کرد در نزد استاد در نزد مخلصان استاد در نزد شرکت جی ام چون مخلص 60 ساله سری تعظیم فرمی می آورد. سال میشد که استاد تنها با یک مقصد عمل میکنم دلجویی، دلیابی، دلسرایی. همین بودن استاد، شدن استاد، نه اینکه این 3 سالهای دیگر بدنشان خدا میپرسیم. همین استاد شاکاری، جانکاری، نادرکاری هایشان بیت‌های آدن محمد مدین پانغاز را به یاد می‌آورد. افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه زیمن، شم زیمن، گل زیمن آموخت. در سینه معدن زدی چاک معانی تا تیری غمش پاره دل گفتن آموخت. این استاد بودن که توسط شاکار و استاد همین 60 سال بعد دل همه مایه به هم می‌پیوندند. من امروز توسط استاد یک برادر دیگر وقتاوری عثمان کردیم، ما دوستی مجازی بودیم، دوستی واقعی شدیم. 60 سال بعد یاد میکردم که استاد بینم یک همین از جمال استاد بهره بریم، شرفیابی دستشون شویم، دستبوسی شویم. سال 22 خدا نصیب کرد سفری حج کرده بودیم خانه خدا به دعای استاد کردی. از همین جو استاد به یک توفه ناچیز آوردم. دیگر چیز همین کوشش میکردم که همین اطراف 10-15 سال بعد درباره هنر استاد یکون چیزی نبوید. همین چیزهای پراکنده شاگردانه در شکل یک کتاب با نام اعتبار پربد جمع آوردیم. اگر شما اجازه دید همین کتاب استاد سپارم. این همه توفه از خانه مقدس. بیا تو یک تا خاصا میدنیم یک دو میکنیم. سلام علیکم دوستان عزیز. من مولا ظهور طاهری تاجیک از تاجیکستان قهرمان داغستان. جوربک مرادوف 20 سال پیش ما یک دیپلم بهترین طبیب خلقی تاجیکستان داده بودیم. ما همچون رئیس اساسیاسیون طب خلق تاجیکستان با صورتهای این کس هزارها بیماران توبه یافتگی. وقتی که من در خجاب گرد کار میکردم استاد لایق اونجا دم میگرفتن. استاد جوربک مرادوف آمدن و من آدمای زیاد گپناز میکردم. در آمدن دیدن که همه زنها خوب گفتن که من میگفتم که همه آدمی خوشبخت من که من سرود میخونم زنها رقص میکنم. شما گپ میزنید زنها خوب میکنن. این گپ در خجاب گپ شده بود.
اولین کتاب درباره جورابک مرادov سال 95 موقعی که آرامی نبود عالی مقام رو در شهر تاشکند چاپ کردیم. من گپ زیاد نمیکنم برای اینکه من اگر گپ زنم البته مقصدی ما سالمی درازعمری هست. من امروز زیاد دوستای ما از علی خسته آمدن برای این دیدار بینی. خود استاد هم اونجا گفتن که از همه مهر و محبت برای انسان همه چی میگذره. و ما از سال 18 انجام من رئیس اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبان ما یک برنامه ساختیم چطور آدم باید 100 سال عمر بینه. درازعمری در دست خود انسان، در دست خدا، در دست طبیعت. و ما از این کسب برای که آینده تا 100 سالگیش رو با همجا جشن گیریم عضو اتفاق بین المللی نویسندگان و طبیبان آینده کسی که همه خیلی خواهش داشته باشد ما قبول بکنیم. میتونه در همه جا قید کنیم گلوتی پلوشو مونه توله. همین تشکیل کننده همین کنسرتی همینجا دولت جان کنید اینجا هستید اینجا برید. یک از سه شبانه روز وقتی در مهمانخانه بودن خیلی خسته بودن بسیار متدهای یاد دادن به فکر مازی گفتن که این کس هم خوشرو شدین هم آرام شدین. یک قسم گفتن که من عضویت رو قبول کنید من خدا خواهد تا صده درآمدنی برای همین یک قسم ما عضو اتفاق نویسنده های بین المللی طبیبان رو قبول کردیم. من سلامت اگه گپ زنم من میتونم که همه شما توپگاه خوابونم همینجا نخیز توپگاه خسته خانات ها دید میگه این کسی جگز دارم که شما نخیزونم راست کنید بازی کنید اجرا کنید. دوستان عزیز یک وقتی شده است که بعد از این کووید همه هشیار کردم ما یک دیگر آخرین وقتا زنده هم احترام نداشت و مرده هم. بعد از کووید آدم ها حاضر یکدیگر و زار یکدیگر عزت میکنند. فقط دعا میکنیم جنگان نیست شده خرسندی شود. برای همین این شوخی رئیس اتفاق نویسندگان بین المللی یک تاجیک این افتخار نیست برادر. یک تاجیک چند سال باز روسیه با آمده زبان تاجیکی گم نکنه بهترین کتاب نوشته. افتخار نمی از زمان بابای اشور اولین تاجیکی که متروی مسکو با آمده شیف شده کار کرده. اگر مبادا اگر یکو به آدم بشد مترو میدارن همه تا برای همین این شبی فراموش نشدنی. برکه بیتون حسن جان رحمت خواهری عزیزم نگاره خان کت رحمت سا بولیم اکت نگاره خان گرگه اتروب سلر ارخانگیزده بویم نگاره من جیانه اکت نگاره سلامت بشه. اینجا به جیانای من شاعره نیلوفر اینا آپاخان کتایویش وزیری سودا بودن انا مکس فرزندشون جیانای من اسفره نیلوفر پدرشان شورای عالی با مادرشان کرده پدرشان استادی اونیورسیت بدن. اینسا گفتم که انسان‌های شریف همه ما جمع شدیم اینجا چرا جمع شدیم یک دیگر تا کفته یک دیگر تا یابتامون پولات و دخترشان از یک تاجیک آمده اینجا بیمارخانه می چیک شده است. من یک رحیم غربی هستن که رحیم غربی من یک ضیافت رو گفتم که بس که تو رحیم غربی رحیم تاجیک رو گفتم رحیم تاجیک وقتی که به شدن دوشنبه به براک من براک گفتم نی دوراک جایی نفت شد رحیم جان من دعوت کردم گفتم رحیمی غربی من گفتم رحیم تاجیک من به چی باید من وقتم نیه که خانم با خوراخورم به هر حال همه آدم دعوت کردم اونجا گفتیم جوربک مرادو که بیام بی پول اگر رفیق خانشان رو برم 50%. من نرفته من رفیقم وقتم هم نیه این جست بینید یک تاجیک بتوان این کار کردن. یک دیگه برادرم حامد بای هستن خودشان استراکچری تا ازبکستان زندگی میکنن مهمانخانه عالی جناب ساخسادیان امریکا گرمانیا همون حامد بای تاشکند
چهارستارگی از پنجستارگی هم زورده بود همین خیلی گپ زدن که من با وظیفه دار کردن که کدام تاجیکی که پاسپورتش تاجیکی بیاد همین گسته 50%. الان که ابرمردا زیاد شود. یک دیگر رو دوست دارتم نگویید تا من خوشان من از زرافشان و بدخشان ما همه ما تاجیک هستیم یک برادری پامیری وای بخوندم کجا بخوندم ما تاجیک نگفته است حیران شدم دوستان عزیز اگر این خیلی گید ازبکستان بود وقتش بود ازبکستان بود خوارزم خودش یک دولت بخارا یک دولت پوخند یک دولت لیکن من همش ازبکستان بکنم اما منم میتونم گم که ما سعودی ها یا که باختری ها ای بس این گپا برای این تاجیکستان وطن تاجیکستان همه من حاضر کلینم از خطلان کلینم از دیگه بدخشان اویردار شدم من این گنده بین بیگانه خیش کردن در کار خیش است مواد جدا شده ماند بتو اولاد جدا من یک آیلم از نیم خوجند و نیم اسفره فرزندم از خوجند از پنجکین از عشت از همه جا خیش و تبار جمع میشیم آلی جناب من همیشه خرسان شدم من همین میخواستم که من بیام در غیاق عینگی من تشکیل کردم عینگی باشم من زیق میشدم من مخول نمیشم نام اینجا همه تاجیکستان باید جمع شید دیگه کنسرت هم بیان همه که تذکری کندم زنده باشتم شما با موفقیت عمرکتان دراز شد همین گفت همین دکتر سینای زمان گفتن 100 همین شب اشتراک کردی کنسرت از 100 کم فراد مردگیری نه همه ما خدا خواست 100 بدیم انشاءالله سلامت بشید حضور جان ما دستگیری کردیم برنامه ما صلح در تمام جهان سالمی درازعمری حفظ طبیعت دوستی بین خلقها همه باید خدا 150 سال عمر داده است لیکن ما نروشنی میکنیم این شب کمتر خورید آفرین بابا اشور کم بزنید توی شما یکو اشتراک کردم گفت زنید گفت نمیزنن خودتون گفت زنید بیدن بابا اشور سلامت باشه زنده باشه همین ینگی که کلیم یعنی من قبول کردم کلیم اندام من بریم التماس این قسم آیله شما از درواز آفرین همش یک دوانجو درواز سنم زار و زارت شونده صفحه چشم خمارت شونده سنم زار و زارت شونده صفحه چشم خمارت شونده خدکی داری چونی نزار صفحه قلبی نزارت شونده خدکی داری چونی نزار صفحه قلبی نزارت شونده سنم زار و زارت شونده صفحه چشم خمارت شونده سنم زار و زارت شونده صفحه چشم خمارت شونده زلفتی داری چون ماه بجان صفحه زلفی بجانت شونده زلفتی داری چون ماه بجان صفحه زلفی بجانت شونده سنم زار و زارت شونده صفحه چشم خمارت شونده سنم زار و زارت شونده صفحه چشم خمارت شونده چشم
فریاد از آن شب